اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. پس از شهادت او برای هلاک قومش سپاهی از آسمان نفرستادیم و پیش از این نیز چنین نمی کردیم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. کیفر آنان تنها یک بانگ مرگبار بود، پس به ناگاه همگی هلاک شدند. يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ای افسوس بر این بندگان که هر پیامبری به سویشان آمد مسخره‌اش کردند. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. آیا ندیدند و نمیدانند که قبل از آنان چه بسیار نسلها را هلاک کرده ایم که دیگر به دنیا باز نمیگردند؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون. و بدون استثناء در روز قیامت همگی به پیشگاه ما احضار خواهند شد. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. برای آنان که قیامت را باور ندارند زمین خشک نشانه عبرت آموزی است. ما به آن زمین زندگی بخشیدیم و از خاکش دانه های غذایی رویاندیم که انسانها از آن میخورند. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. و در آن زمین نخلستانها و تاکستانهایی پدید آوردیم و چشمه ها روان ساختیم. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. تا مردم از میوه آن بخورند در حالی که آنان در تولید این محصولات هیچ نقشی نداشتند. آیا در برابر این نعمتها سپاس نمیگذارند؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاک و منزه است پروردگاری که همه جفتها را آفرید، از گیاهان و درختان گرفته تا انسانها و حتی مخلوقاتی که مردم از آن آگاهی ندارند. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. شب نیز برای آنان نشانه دیگری بر قدرت الهی است که روز را از آن برکنار می کنیم و همه در تاریکی فرو می روند. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. و خورشید نیز پیوسته به سوی قرارگاهش در حرکت است. این تقدیر پروردگار شکست ناپذیر داناست. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. برای ماه نیز منزلگاه‌هایی مقرر نموده ایم تا سرانجام از قرص کامل به هلال و به شکل شاخه خشک خرما بازگردد. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نه خورشید میتواند به ماه برسد و نه شب بر روز پیشی میگیرد و هر یک از کرات و سیارات در مدار خود شناورند. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. نشانه دیگر از قدرت پروردگار برای آنان این است که پدرانشان را در کشتی انباشته از سرنشین و بار حمل نمودیم. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. همچنین
برایشان مرکب‌های دیگری مانند آن کشتی آفریده ایم. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. اگر بخواهیم آنان را غرق می‌کنیم که در این صورت نه فریادرسی دارند و نه از تقدیر الهی رهایی می‌یابند. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِینٍ. مگر اینکه رحمتی از سوی ما شامل حالشان شود و تا زمانی معین از دنیا بهره‌مند گردند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. هنگامی که به مشرکان گفته می شود از بدکاری حال و مجازات آینده خیش پروا کنید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید، اهمیتی نمی دهند. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هر نشانه ای از نشانه های قدرت و عظمت پروردگار که برای مشرکان عرضه می شود از آن روی می گردانند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. و هنگامی که به آنان گفته می شود از آنچه الله به شما روزی داده است انفاق کنید، کافران به مؤمنان میگویند آیا ما به کسی غذا بدهیم که اگر الله میخواست خود به او غذا میداد؟ شما در گمراهی آشکاری هستید. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. و با تمسخر به مؤمنان میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت کی خواهد بود؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. این منکران قیامت تنها در انتظار بانگی مرگبار هستند که ناگهان در حالی که به کسب و کار و امور دنیا مشغولند آنان را فرا میگیرد. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. پس در آن هنگام نمی توانند به کسی وصیت کنند و نه به سوی خانواده خود بازگردند. و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. و هنگامی که برای دومین بار در سور دمیده شود ناگهان از قبرهایشان بیرون می آیند و به پیشگاه پروردگارشان می شتابند. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. و با ناباوری میگویند وای بر ما، چه کسی ما را از قبرهایمان برانگیخت. به آنان گفته می شود این همان روزی است که پروردگار رحمان وعده داده بود و پیامبران درباره این رویداد راست می گفتند. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. برانگیختن مردگان از گور تنها یک بانگ هولناک خواهد بود، پس ناگهان همه جمع می شوند و در پیشگاه ما حاضر خواهند شد. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ای مردم، در آن روز به هیچ کس ذره ای ستم نخواهد شد و فقط در برابر آنچه در دنیا کرده اید پاداش خواهید یافت. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. در این روز اهل بهشت با شادمانی سرگرم نعمتهای الهی هستند. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. آنان و همسرانشان در سایه های گسترده بهشتی بر تخت ها تکیه زده اند. لهم فیها فاکهة و لهم ما یدعون. در آنجا هر گونه میوه و هر چه بخواهند برایشان فراهم است. سلام قولا من رب رحیم. سخنی که از جانب پروردگار مهربان به آنان گفته می شود
سلام است. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. آنگاه به مشرکان خطاب می شود ای گناهکاران، امروز از مؤمنان جدا شوید. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای فرزندان آدم، آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید که دشمن آشکار شماست؟ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. و اینکه تنها مرا بپرستید که راه راست همین است. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. بی تردید شیطان بسیاری از شما را گمراه ساخت. آیا نمی اندیشید؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. این همان دوزخی است که به شما وعده داده میشد. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اکنون به سزای کفرتان به آن آتش وارد شوید. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. امروز بر دهانهایشان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن می گویند و پاهایشان به گناهانی که می کردند گواهی می دهند. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. و اگر بخواهیم بی تردید چشمانشان را محو می کنیم، پس با چشم بسته به سوی راه بهشت از یکدیگر پیشی می گیرند، اما مگر کجا را می بینند؟ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. و اگر بخواهیم ظاهرشان را تغییر می دهیم و چنان آنان را در جای خود مسخ و زمینگیر می کنیم که نتوانند گامی به پیش بگذارند یا به عقب بازگردند. و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. و ما به هر کس عمر طولانی بدهیم او را به حالت ناتوانی ذهنی و بدنی دوران کودکی برمیگردانیم. آیا درباره قدرت پروردگار نمی اندیشند؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ما به پیامبر شعر نیاموخته ایم و شاعری شایسته او نیست. آنچه آموخته ایم اندرز است و قرآنی روشنگر. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الكافرین. تا هر کس را که زنده دل باشد بیم دهد و عذاب بر کافران محقق گردد. اولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. آیا ندیدند که ما برایشان چارپایانی آفریده ایم که مالک آنها هستند؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. و آنها را در خدمت ایشان گماشتیم تا بر برخی سوار شوند و از گوشت برخی دیگر تغذیه کنند. ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. و از آن حیوانات بهره‌های دیگر و نوشیدنی دارند، آیا سپاس نمی‌گزارند؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. آنان به جای الله معبودانی برای خود برگزیدند به این امید که آنها یاریشان کنند. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. آن معبودان بیجان قادر به یاری مشرکان نیستند و آنان به همراه بت‌هایشان در عذاب دوزخ حاضرند و از یکدیگر بیزاری می‌جویند. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ای پیامبر، سخن آنان تو را غمگین نسازد. بیگمان ما هر چرا که پنهان و آشکار می‌کنند به خوبی می‌دانیم.
اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین. آیا انسان ندیده است که ما او را از نطفه‌ای آفریده ایم؟ آنگاه او مراحل رشد را طی کرد و سپس دشمنی آشکار شد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. او برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت این استخوان‌های پوسیده را چه کسی دوباره زنده می کند؟ قل يحييها الذي انشأها اول مره وهو بكل خلق عليم. ای پیامبر، در پاسخ بگو همان کسی زنده‌اش می کند که نخستین بار آن را پدید آورد و او به هر آفرینشی داناست. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. همان کسی که از درخت سبز برایتان آتش پدید آورد و شما در صورت نیاز خود از آن درخت آتش می افروزید. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده است نمیتواند همانند انسانها را پس از مرگشان دوباره بیافریند؟ آری، میتواند و او آفریننده داناست. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فرمان او چون چیزی را اراده کند این است که به آن میگوید موجود شو، پس بیدرنگ موجود می شود. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پس پاک و منزه است پروردگاری که حاکمیت و اختیار همه چیز به دست اوست و همگی به سوی او بازگردانده می شوید. بسم الله الرحمن الرحیم والصافات صفا. سوگند به فرشتگان صف کشیده. فالزاجرات زجرا. پس سوگند به فرشتگان بازدارنده. فالتالیات ذکرا. و به تلاوت کنندگان ذکر. ان الهکم لواحد. که همانا معبود شما یکیست. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست و پروردگار مشرق ها. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. بیگمان ما آسمان دنیا را به زیور ستارگان بیاراستیم. و حفظا من كل شیطان مارد. و از هر شیطان سرکشی حفظ کردیم. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. تا به سخنان عالم بالا گوش فرا ندهند و از هر سو به وسیله شهاب زده و رانده می شوند. دحورا ولهم عذاب واصب. آنها به سختی عقب رانده می شوند و برای آنها عذاب دائمی است. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. مگر کسی که ناگهان چیزی را برباید پس شهابی درخشان او را دنبال می کند. فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا إنا خلقناهم من طین لازب. پس ای پیامبر
از آنها بپرس که آیا آفرینش آنها سخت تر است یا آفرینش آنچه ما آفریده ایم؟ ما آنها را از گل چسبنده ای آفریدیم. بل عجبت و یسخرون، بلکه تو از انکار آنها در شگفت شدی و آنها مسخره می کنند. و اذا ذکروا لا یذکرون، و هنگامی که پند داده شوند پند نمیپذیرند. و اذا رأوا آیة یستسخرون، و هنگامی که معجزه ای ببینند آن را مسخره می کنند. و قالوا این هذا الا سحر مبین، و میگویند این جز جادویی آشکار نیست. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، آیا هنگامی که مردیم و به خاک و استخوان‌های پوسیده مبدل شدیم دوباره برانگیخته خواهیم شد؟ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، آیا نیاکان نخستین ما نیز برانگیخته می شوند؟ قل نعم وأنتم داخرون، بگو آری و شما خار و زبون زنده می شوید. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، پس آن تنها یک بانگ سهمناک است. ناگهان آنها از قبرها بیرون می آیند و می نگرند. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، و گویند وای بر ما این همان روز جزاست. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، آری این همان روز داوری است که شما آن را تکذیب می کردید. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، به فرشتگان فرمان داده می شود گرد آورید کسانی را که ستم کردند و همپایگان و همراهانشان و آنچه را می پرستیدند به جای خدا. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحیم، پس همه آنها را به راه دوزخ هدایت کنید. وقفوهم إنهم مسئولون، و آنها را نگاه دارید که یقیناً بازخواست خواهند شد. ما لكم لا تناصرون، شما را چه شده است که یکدیگر را یاری نمی دهید؟ بل هم اليوم مستسلمون، بلکه آنها امروز همه تسلیم و فرمان بردار هستند. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، آنها سؤال کنان رو به یکدیگر کنند. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، به سردمداران گویند به راستی که شما برای گمراه کردن ما از راه خیر خواهی به نزد ما می آمدید. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، سردمداران در پاسخ گویند بلکه شما خودتان مؤمن نبودید، تقصیر ما چیست؟ وما كان لنا عليكم من
سلطان بل كنتم قوما طاغین. و ما هیچ گونه تسلطی بر شما نداشتیم بلکه شما خود گروهی سرکش بودید. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. پس فرمان پروردگارمان بر ما ثابت شد، البته ما چشنده عذاب خواهیم بود. فأغويناكم إنا كنا غاوين. پس شما را گمراه کردیم، بیگمان ما نیز خود گمراه بودیم. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. پس مسلماً در آن روز همه آنها در عذاب شریک خواهند بود. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. بیشک ما با مجرمان این گونه رفتار می کنیم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. آنها در دنیا چنان بودند که چون به آنها گفته میشد معبودی به حق جز الله نیست، سرکشی و تکبر می کردند. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. و می گفتند آیا ما معبودانمان را به خاطر سخن شاعری دیوانه رها کنیم؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین. چنین نیست، بلکه پیامبر خدا حق را آورد و پیامبران پیشین را تصدیق کرد. إنكم لذائق العذاب الأليم. مسلماً شما عذاب دردناک را خواهید چشید. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. و جز به آنچه می کردید کیفر داده نمی شوید. إلا عباد الله المخلصين. مگر بندگان مخلص خدا. أولئك لهم رزق معلوم. که آنها رزق و روزی معین دارند. فواکه وهم مکرمون. انواع میوه ها و آنان گرامی داشتگانند. فی جنات النعیم. در باغ‌هایی پر نعمت. على سرر متقابلین. بر تخت ها روبروی یکدیگر نشسته اند. یطاف علیهم بکأس من معین. گردا گردشان جامی از شراب روان می‌گردانند. بیضاء لذة للشاربین. شرابی سفید و لذت بخش برای نوشندگان است. لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون. نه در آن تبهکاری و فساد است و نه آنها از آن شراب مست شوند. وعندهم قاصرات الطرف عین. و نزدشان همسرانی سیه چشم دیده فروهشته که تنها به شوهران خود نظر دارند خواهند بود. كأنهن بيض
مكنون گویی آنها بیضه های شترمرغ در پرده پوشیده اند. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون پس آنها سؤال کنان رو به یکدیگر کنند. قال قائل منهم إني كان لي قرين یکی از آنها گوید به راستی من در دنیا همنشینی داشتم. يقول أئنك لمن المصدقين که پیوسته می گفت آیا واقعا تو از باور کنندگان هستی؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ آیا وقتی که مردیم و خاک و استخوان‌های پوسیده شدیم زنده می شویم و کیفرمان می دهند؟ قال هل أنتم مطلعون او به دوستان بهشتیش گوید آیا شما می توانید به دوزخیان بنگرید و از او خبری بگیرید؟ فاطلع فرآه في سواء الجحیم پس چشم برگرداند و نگریست، ناگاه او را در میان دوزخ دید. قال تالله إن كدت لتردین گوید به خدا سوگند نزدیک بود که مرا به هلاکت افکنی. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین و اگر نعمت پروردگارم نبود من نیز از احضار شدگان دوزخ بودم. افما نحن بمیتین سپس به دوستان بهشتی خود گوید آیا ما هرگز نمی میریم و در بهشت جاودان هستیم؟ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين جز همان مرگ نخستین خود دیگر مرگی به سراغمان نخواهد آمد و ما هرگز عذاب نخواهیم شد. إن هذا لهو الفوز العظیم بیگمان این همان کامیابی بزرگ است. لمثل هذا فليعمل العاملون آری عمل کنندگان باید برای چنین پاداشی عمل کنند. اذلك خیر نزلا ام شجرة الزقوم آیا برای پذیرایی این نعمتهای بهشتی بهتر است یا درخت زقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين همانا ما آن را ابتلایی برای ستمکاران قرار دادیم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحیم به راستی آن درختی است که از قعر جهنم می روید. طلعها كأنه رؤوس الشياطين شکوف اش همانند سرهای شیاطین است. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون پس آنها از آن میخورند و شکمها را از آن پر میکنند. ثم إن لهم عليها لشوبا من حمیم آنگاه بر روی آن آمیزه ای از آب گرم و سوزان دارند.
ثم إن مرجعهم لإلى الجحیم سپس بازگشت آنها به سوی جهنم است. إنهم ألفوا آباءهم ضالین بیگمان آنها نیاکان خود را گمراه یافتند. فهم على آثارهم يهرعون پس اینها در دنبال آنان شتابان می روند. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين و به راستی پیش از آنها بیشتر پیشینیان گمراه شدند. ولقد أرسلنا فيهم منذرين و به تحقیق ما هشدار دهندگانی در میان آنها فرستادیم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين پس بنگر عاقبت هشدار یافتگان چگونه بود. إلا عباد الله المخلصين مگر بندگان مخلص خدا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون و یقینا نوح ما را ندا داد، پس ما چه خوب اجابت کننده ای هستیم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم و او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم. وجعلنا ذريته هم الباقين و تنها فرزندانش را باقی گذاشتیم. وتركنا عليه في الآخرين و برای او در میان امتهای بعد نام نیک بر جای نهادیم. سلام على نوح في العالمين در میان جهانیان سلام بر نوح باد. إنا كذلك نجزي المحسنين بیگمان ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. إنه من عبادنا المؤمنين یقینا او از بندگان مؤمن ما بود. ثم أغرقنا الآخرين آنگاه دیگران را غرق کردیم. وإن من شيعته لإبراهيم و همانا ابراهیم از پیروان او بود. إذ جاء ربه بقلب سليم چون با قلب سلیم خالی از شرک و شک و شهوت به پیشگاه پروردگارش آمد. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون چون به پدر و قومش گفت چه چیزی را می پرستید. أئفكا آلهة دون الله تريدون آیا به جای خدا معبودهای دروغین می خواهید؟ فما ظنكم برب العالمين پس شما نسبت به پروردگار جهانیان چه گمان می برید؟ فنظر نظرة في النجوم پس ابراهیم یک نگاه به ستارگان نگریست. فقال إني سقيم آنگاه گفت من بیمارم و با شما به جشن نمی آیم. فتولوا عنه مدبرين پس آنها پشت کنان از او دور شدند و رفتند.
فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون آنگاه پنهانی نزد معبودانشان رفت و گفت آیا چیزی نمیخورید؟ ما لكم لا تنطقون شما را چه شده است که سخن نمیگویید؟ فراغ عليهم ضربا باليمين پس به سوی آنان روی آورد و ضربه‌ای محکم با دست راست بر آنها زد و به جز بت بزرگ همه بتها را در هم شکست. فأقبلوا إليه يزفون پس آنها شتابان به سوی او روی آوردند. قال أتعبدون ما تنحتون ابراهیم گفت آیا چیزی را می پرستید که خود تراشیده اید؟ والله خلقكم وما تعملون در حالی که خداوند شما را و آنچه را که انجام می دهید و می سازید آفریده است. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم بت پرستان گفتند بنای بلندی برایش بسازید و او را در خرمن آتش بیفکنید. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين پس آنها در حق او نیرنگ و مکر ورزیدند و ما آنها را مغلوب و پست ساختیم و آتش به فرمان خدا سرد شد. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين و ابراهیم گفت من به سوی پروردگارم می روم، او مرا هدایت خواهد کرد. رب هب لي من الصالحين پروردگارا به من فرزندی از صالحان عطا فرما. فبشرناه بغلام حلیم ما او را به تولد پسری بردبار بشارت دادیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. پس هنگامی که فرزندش با او به سن سعی و کوشش رسید گفت ای فرزندم من در خواب دیدم که تو را قربانی می کنم، ببین تو چه نظر داری؟ گفت پدرم به آنچه مأمور شده ای عمل کن، اگر خدا بخواهد مرا از صابران خواهی یافت. فلما أسلما وتله للجبین پس چون هر دو تسلیم شدند و ابراهیم او را به پیشانی بر زمین افکند و نادیناه ان یا ابراهیم و او را ندا دادیم ای ابراهیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. یقینا خواب خیش را تحقق بخشیدی، بدون شک ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. إن هذا لهو البلاء المبين. مسلما این خواب آزمایشی آشکار بود. وفدیناه بذبح عظیم. و او را به ذبح بزرگی فدا دادیم.
وتركنا عليه في الآخرين و برای او در میان امتهای بعد نام نیک بر جای نهادیم. سلام على ابراهیم سلام بر ابراهیم. كذلك نجزی المحسنین این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. انه من عبادنا المؤمنین بیگمان او از بندگان مؤمن ما بود. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين و او را به تولد اسحاق پیامبری از شایستگان بشارت دادیم. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين و ما بر او و اسحاق برکت دادیم و از دودمان آن دو افرادی نیکوکار بودند و افرادی آشکار بر خود ستم کردند. ولقد مننا على موسى وهارون و به راستی ما بر موسی و هارون منت نهادیم. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين و یاریشان کردیم پس آنان پیروز شدند. وآتيناهما الكتاب المستبين و به آن دو کتاب روشنگر دادیم. وهديناهما الصراط المستقيم و آن دو را به راه راست هدایت کردیم. وتركنا عليهما في الآخرين و برای آنان در میان امتهای بعد نام نیک باقی گذاشتیم. سلام على موسى وهارون سلام بر موسی و هارون. إنا كذلك نجزي المحسنين بیگمان ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. إنهما من عبادنا المؤمنين یقینا آن دو از بندگان مؤمن ما بودند. وإن إلياس لمن المرسلين و بیگمان الیاس از رسولان ما بود. إذ قال لقومه ألا تتقون چون به قومش گفت آیا پرهیزگاری نمی کنید؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين آیا بت بعل را می خوانید و بهترین آفرینندگان را رها می کنید؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله که پروردگار شما و پروردگار نیاکان نخستین شماست. فكذبوه فإنهم لمحضرون پس آنها او را تکذیب کردند و یقینا همه آنان به جهنم احضار خواهند شد. إلا عباد الله المخلصين مگر بندگان مخلص خدا. وتركنا عليه في الآخرين و برای او در میان امتهای بعد نام نیک باقی گذاشتیم.
سلام على الیاسین سلام بر آل یاسین. إنا كذلك نجزی المحسنین ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. إنه من عبادنا المؤمنین بیگمان او از بندگان مؤمن ما بود. و إن لوطا لمن المرسلین و یقینا لوط از رسولان ما بود. اذ نجیناه و اهله اجمعین هنگامی که او و خانواده اش را همگی نجات دادیم الا عجوزا فی الغابرین مگر پیرزنی که از باقی ماندگان بود. ثم دمرنا الآخرین سپس دیگران را هلاک کردیم. و انکم لتمرون علیهم مصبحین و شما پیوسته صبحگاهان بر ویرانه‌های شهرهای آنان می‌گذرید. و باللیل افلا تعقلون و همچنین شامگاهان آیا نمی اندیشید؟ و این یونس لمن المرسلین و یقینا یونس از رسولان ما بود. اذ ابق الى الفلك المشحون هنگامی به کشتی پر از مسافر و بار گریخت. فساهم فکان من المدحضین پس اهل کشتی قرعه زدند، پس قرعه به نام او افتاد و مغلوب شد. فالتقمه الحوت وهو ملیم آنگاه ماهی عظیمی او را بلعید در حالی که او سزاوار نکوهش بود. فلولا انه كان من المسبحین پس اگر او از تسبیح کنندگان نبود للبث فی بطنه الى یوم یبعثون یقینا تا روزی که مردم برانگیخته میشوند در شکمش باقی میماند. فنبذناه بالعراء وهو سقیم پس او را به سرزمین خشک و خالی از گیاه افکندیم در حالی که او بیمار بود. و انبتنا علیه شجرة من یقطین و درخت کدویی بر فراز او رویاندیم تا زیر سایه آن آرام بگیرد. و ارسلناه الى 100,000 او یزیدون و او را به سوی 100,000 نفر از قومش یا بیشتر فرستادیم. فآمنوا فمتعناهم الى حین پس آنها ایمان آوردند، بنابراین تا مدتی آنان را از نعمتهای زندگی بهره‌مند ساختیم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون پس ای پیامبر از آنان بپرس آیا دختران از آن پروردگارت است و پسران از آن آنهاست؟ ام خلقنا الملائكة اناثا وهم شاهدون آیا ما فرشتگان را مؤنث آفریدیم و آنها حاضر بودند؟ الا انهم من افکهم لیقولون آگاه باش
بیگمان آنها از روی تهمت و دروغگوییشان است که میگویند من افکهم لیقولون ولد الله وانهم لکاذبون. خداوند فرزندی زاده است و یقینا آنها دروغگو هستند. اصطفى البنات علی البنین. آیا خدا دختران را بر پسران ترجیح داد؟ ما لكم کیف تحکمون. شما را چه شده است؟ چگونه حکم می کنید؟ افلا تذکرون. آیا نمی اندیشید؟ ام لكم سلطان مبین. یا شما بر ادعای خود دلیل روشنی دارید؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقین. پس اگر راست گویید کتابتان را بیاورید. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. و آنها میان او و جنیان نسب و خویشاوندی قرار دادند، در حالی که جنیان به خوبی میدانند که آنان احضار خواهند شد. سبحان الله عما یصفون. خداوند منزه است از آنچه توصیف می کنند، الا عباد الله المخلصین. مگر بندگان مخلص خدا. فإنكم وما تعبدون. پس شما مشرکان و آنچه می پرستید ما انتم علیه بفاتنین. هرگز نمی توانید بر پرستش آن بتها کسی را گمراه کنید، الا من هو صال الجحیم. مگر کسی که راهی آتش جهنم باشد. وما منا الا له مقام معلوم. فرشتگان گفتند و هیچ کس از ما نیست مگر آنکه جایگاه و مقام معلومی دارد. و انا لنحن الصافون. و همانا ما برای اطاعت فرمان خداوند به صف ایستاده ایم. و انا لنحن المسبحون. و بیگمان ما تسبیح گویان او هستیم. و این كانوا لیقولون. و کافران پیوسته می گفتند لو ان عندنا ذکرا من الاولین. اگر نزد ما کتابی از کتابهای پیشینیان می بود لكنا عباد الله المخلصین. مسلما ما از بندگان مخلص خداوند می شدیم. فكفروا به فسوف یعلمون. پس هنگامی که پیامبر برای آنها قرآن آورد آنها به آن قرآن کافر شدند و به زودی خواهند دانست. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین. و به راستی وعده ما برای بندگان فرستاده ما از پیش صادر شده است. انهم لهم المنصورون. که هر آینه آنها یاری شدگانند. و این جندنا لهم الغالبون. و بیگمان لشکر ما پیروزند.
فتول عنهم حتى حین. پس ای پیامبر تا مدتی از آنها روی بگردان. و ابصرهم فسوف یبصرون. و آنها را ببین پس آنها نیز نتیجه کردار خود را به زودی خواهند دید. افبعذابنا یستعجلون. آیا آنها برای دیدن عذاب ما شتاب دارند؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین. پس چون عذاب بر آستانی خانه هایشان فرود آید، هشدار یافتگان چه صبحگاه بدی خواهند داشت. و تول عنهم حتی حین. و تا مدتی از آنها روی بگردان. و ابصر فسوف یبصرون. و آنها را ببین پس آنها نیز به زودی خواهند دید. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. پاک و منزه است پروردگار تو، پروردگار عزت، از آنچه مشرکان توصیف می کنند. و سلام علی المرسلین. و سلام بر رسولان. والحمد لله رب العالمین. و سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است. بسم الله الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد، سوگند به قرآنی که دارای پند و اندرز است. بل الذین کفروا فی عزة و شقاق. بلکه کسانی که کافر شدند در سرکشی و اختلافند. کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حین مناص. چه بسیار نسل‌هایی را که پیش از آنها هلاک کردیم، پس هنگام نزول عذاب فریاد می‌زدند، اما آن زمان وقت نجات نبود. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. و آنها به شگفت آمدند که پیامبر هشدار دهنده ای از میان خودشان به سویشان آمده است. و کافران گفتند این جادوگری بسیار دروغگوست. اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. آیا همه معبودان را یک معبود قرار داده است؟ بیگمان این چیز عجیبی است. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. و بزرگان و اشرافشان به راه افتادند و گفتند بروید و بر پرستش خدایانتان پایدار باشید. بیگمان این دعوت چیزی است خواسته شده که شما را گمراه کنند. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما هرگز این چنین سخنی در آیین واپسین نشنیده ایم. این جز دروغ چیزی نیست. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من
ذكري بل لما يذوقوا عذاب. آیا از میان همه ما قرآن بر او نازل شده است؟ در حقیقت چنین نیست که آنها میگویند، بلکه آنها در وحی و قرآن من تردید دارند، بلکه هنوز عذاب را نچشیده اند. ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب. یا آنکه گنجینه های رحمت پروردگار پیروزمند بخشنده ات نزد آنهاست؟ ام لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. یا فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دوست از آن آنهاست؟ پس اگر چنین است با ریسمان و هر وسیله ای دیگر به آسمان بالا روند. جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب. اینها لشکر شکست خورده ای از احزاب هستند. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد. پیش از آنها قوم نوح و عاد و فرعون صاحب میخها و سپاه نیز پیامبران ما را تکذیب کردند. و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه اولئک الاحزاب. و نیز ثمود و قوم لوط و اصحاب ایکه، اینها احزاب و گروه هایی بودند که پیامبران را تکذیب کردند. این کل الا کذب الرسل فحق عقاب. هر یک از اینها بودند که پیامبران را تکذیب کردند، پس عقوبت من تحقق یافت. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. و اینها جز بانگی سهمناک را انتظار نمی کشند که هیچ مهلت بازگشتی ندارد. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. و آنها گفتند پروردگارا بهره ما را از عذاب پیش از فرا رسیدن روز حساب به ما بده. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. بر آنچه میگویند صبر کن و بنده ما داوود صاحب نیرو و قوت را یاد آور، بیگمان او بسیار رجوع کننده بود. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. همانا ما کوه ها را با او مسخر برام کردیم که شامگاهان و صبحگاهان با او تسبیح می گفتند. والطير محشورة كل له أواب. و پرندگان را نیز مسخر او کردیم که گرد می آمدند، همه اینها فرمانبردار و بازگشت کننده به سوی او بودند. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. و فرمانروایی او را استوار کردیم و به او حکمت و سخنان فصیح عطا کردیم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. و آیا خبر شاکیان هنگامی که از دیوار عبادتگاه داوود بالا رفتند به تو رسیده است؟
إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. چون بر داوود وارد شدند پس او از آنها وحشت کرد. آنها گفتند نترس، 2 نفر شاکی هستیم که یکی به دیگران ستم کرده است. پس بین ما به حق داوری کن و ستم نکن و ما را به راه راست راهنمایی کن. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. بیگمان این برادر من است، او 99 میش دارد و من 1 میش دارم. پس او میگوید آن 1 میش را به من واگذار و در سخن بر من غلبه کرده است. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داود گفت به راستی او با درخواست 1 میش تو که آن را به میشهایش بیفزاید بر تو ستم کرده است. و البته بسیاری از شریکان به یکدیگر ستم می کنند مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند و اینان نیز اندک هستند. و داوود دانست که ما او را آزموده ایم. پس از پروردگارش آمرزش خواست و فروتنانه به سجده افتاد و به سوی خدا رجوع کرد. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. پس ما او را بخشیدیم و بیگمان برای او نزد ما قرب و مقامی بالا و بازگشت نیکوست. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ای داوود، ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم، پس به حق در میان مردم داوری کن و از هوای نفس پیروی نکن که تو را از راه خدا گمراه می کند. بیگمان کسانی که از راه خدا گمراه می شوند به خاطر آنکه روز حساب را فراموش کردند عذاب شدیدی در پیش دارند. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ما آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست بیهوده نیافریده ایم. این گمان کسانی است که کافر شدند.
پس وای بر کسانی که کافر شدند از آتش دوزخ. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار. آیا کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند مانند مفسدان در زمین قرار می دهیم؟ آیا پرهیزگاران را مانند بدکاران قرار می دهیم؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. کتابی است پربرکت که آن را بر تو نازل کردیم تا در آیاتش تدبر کنند و خردمندان پند گیرند. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. و ما سلیمان را به داوود عطا کردیم، چه بنده خوبی، بیگمان او بسیار رجوع کننده بود. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. به یاد بیاور چون عصرگاهان اسبان چابک تیز رو بر او عرضه شد. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. پس گفت من این اسبان را به خاطر فرمان پروردگارم دوست دارم و پیوسته به آنها نگاه می کرد تا از دیدگانش پنهان شدند. ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق. گفت آن اسبان را نزد من بازگردانید، سپس به ساقها و گردنهای آنها دست کشید و نوازش کرد. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. و به راستی ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی افکندیم، سپس او رو به درگاه خداوند آورد و توبه کرد. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. گفت پروردگارا مرا ببخش و به من فرمان روایی عطا فرما که پس از من کسی را سزاوار نباشد، بیگمان تو بخشاینده ای. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. پس ما باد را برای او مسخر کردیم تا به فرمانش به نرمی حرکت کند، هر کجا می‌خواست برود. والشياطين كل بناء وغواص. و نیز دیوان را هر بنا و غواصی از آنها برای او مسخر کردیم. وآخرين مقرنين في الأصفاد. و گروه دیگری از دیوان را که همه در قل و زنجیر بودند برایش مسخر کردیم. هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغیر حساب. این عطای ماست، پس به هر کس میخواهی ببخش و یا نگه دار، حسابی بر تو نیست. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. و بیگمان برای او نزد ما قرب و مقامی والا و بازگشت نیکوست.
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. و به یاد بیاور بنده ما ایوب را هنگامی که پروردگارش را ندا داد که همانا شیطان به من رنج و عذاب رسانده است. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. به او فرمان دادیم پای خود را بر زمین بکوب، چشمه ای می جوشد، این چشمه آبی خنک برای شستشو و آشامیدنی است. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. و خانواده اش و همانند آنان همراهشان را به او بخشیدیم که رحمتی از سوی ما و اندرزی برای خردمندان باشد. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. و به او فرمان دادیم دسته ای از شاخه های باریک را برگیر، پس با آن همسرت را بزن و سوگند خود را مشکن. بیگمان ما او را شکیبا یافتیم، چه بنده خوبی که بسیار رجوع کننده بود. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ای پیامبر به یاد آور بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را، صاحبان دستهای توانمند و چشمهای بینا. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ما آنها را با خصلت ویژه‌ای که آن یاد سرای آخرت بود خالص گرداندیم. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. و یقینا آنها نزد ما از برگزیدگان نیکان بودند. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. و به یاد آور اسماعیل و یسع و ذوالکفل را که همگی از نیکان بودند. هذا ذکر وإن للمتقین لحسن مآب. این قرآن پندی است و بیگمان برای پرهیزگاران منزلگاهی نیکوست. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. باغ‌های جاویدان بهشتی که درهایش برای آنان باز است. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. در آنجا تکیه زده اند و در آن میوه فراوان و نوشیدنی را میطلبند. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. و نزد آنان همسرانی فروهشت چشم و همسال است. هذا ما توعدون لیوم الحساب. این است چیزهایی که برای روز حساب به شما وعده داده می شود. این هذا لرزقنا ما له من نفاد.
بیگمان این روزی ماست که آن را هیچ پایانی نیست. هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب. این پاداش پرهیزگاران است و بیگمان برای سرکشان بدترین بازگشت هاست. جهنم یصلونها فبئس المهاد. جهنم که در آن وارد می شوند پس چه بد آرامگاهی است. هذا فليذوقوه حمیم وغساق. این عذاب آب جوشان و چرک و خونابه است که باید آن را بچشند. و آخر من شکله ازواج. و کیفرهای دیگر همانند آن به انواع گوناگون دارند. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. به سرداران آنها گفته می شود این گروهی است که با شما به جهنم وارد می شوند. آنها می گویند خوش آمد و گشایش بر آنها مباد، بیگمان آنها داخل شدگان به آتش هستند. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. پیروان گویند بلکه شما را خوش آمد مباد که این عذاب را پیشا پیش شما برای ما فراهم کرده اید، پس چه بد قرارگاهی است. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. سپس گویند پروردگارا هر کس که این عذاب را پیشا پیش برای ما فراهم کرده است پس عذابی دوچندان در آتش بر او بیفزا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. و گویند ما را چه شده است مردمانی را که ما آنها را اشرار بیشمردیم در جهنم نمی بینیم. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. آیا آنها را به مسخره گرفتیم یا اینکه از نظرها دور مانده اند؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. بیگمان این مخاصمه و گفتگوی دوزخیان حق و واقعیت است. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ای پیامبر بگو من تنها یک هشدار دهنده ام و هیچ معبودی به حق جز خداوند یکتای قهار نیست. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است آن پیروزمند آمرزنده. قل هو نبأ عظیم. ای پیامبر بگو این خبری بزرگ است. انتم عنه معرضون. که شما از آن روی گردانید. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. من از ساکنان عالم بالا
چون درباره آفرینش آدم با یکدیگر جدال می کردند خبری ندارم. این یوحى الی الا انما انا نذیر مبین. به من وحی نمی شود مگر اینکه من هشدار دهنده ای آشکار هستم. اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. و به یاد آور هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت بی تردید من بشری را از گل می آفرینم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. پس هنگامی که درستش کردم و از روح خود در آن دمیدم برای او سجده کنان بیفتید. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. پس فرشتگان همگی یک بار چه سجده کردند إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين. خداوند فرمود ای ابلیس چه چیز مانع تو شد از آنکه برای آنچه من با دو دست خود آفریده ام سجده کنی؟ آیا تکبر ورزیدی یا از بلند پایگان هستی؟ قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل آفریده ای. قال فاخرج منها فإنك رجيم. فرمود پس از اینجا بیرون شو که تو رانده شدی. و این علیک لعنتی الى یوم الدین. و همانا لعنت من تا روز قیامت بر تو خواهد بود. قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون. ابلیس گفت پروردگارا پس مرا تا روزی که دوباره برانگیخته میشوند مهلت ده. قال فإنك من المنظرین. خداوند فرمود همانا تو از مهلت یافتگانی. الى یوم الوقت المعلوم. تا آن روز و زمان معین. قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین. ابلیس گفت پس به عزتت سوگند که همه آنها را گمراه خواهم کرد الا عبادك منهم المخلصین. مگر بندگان مخلص تو را از میان آنها. قال فالحق والحق اقول. خداوند فرمود پس این سخن حق است و حق را میگویم. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعین. یقینا جهنم را از تو و از آنان که از تو پیروی کنند پر خواهم کرد. قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفین.
ای پیامبر بگو من بر رساندن این دین هیچ مزدی از شما درخواست نمی کنم و من از متکلفان نیستم. این هو الا ذکر للعالمین، این قرآن جز پند برای جهانیان نیست. ولتعلمن نبأه بعد حین، و قطعا خبر صدق آن را بعد از مدتی خواهید دانست. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم، نازل شدن این کتاب از سوی خداوند پیروزمند حکیم است. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. بیگمان ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، پس خدا را پرستش کن و دین را برای او خالص گردان. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. آگاه باشید که دین خالص از آن خداست و کسانی که به جای او معبودان گرفتند که بیگمان خداوند روز قیامت میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند. خداوند آن کسی که دروغگوی ناسپاس است هدایت نمی کند. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. اگر خداوند میخواست فرزندی بگیرد مسلماً از میان آنچه می آفریند چیزی را که میخواست برمیگزید. او پاک و منزه است. او خداوندی یکتای قهار است. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. آسمان ها و زمین را به حق آفرید، شب را بر روز می پیچد و روز را بر شب می پیچد و خورشید و ماه را مسخر و رام گردانید، هر کدام تا زمانی معین در حرکتند. آگاه باشید که او پیروزمند آمرزنده است. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو
فأنا تصرفون. او شما را از یک تن آفرید، سپس همسرش را از آن پدید آورد و از 4 پایان برای شما 8 جفت فرو فرستاد و شما را در شکمهای مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر در تاریکی‌های سگانه می آفریند. این خداوند پروردگار شماست که فرمان روایی از آن اوست و جز او معبودی به حق نیست. پس چگونه از حق منصرف و روی گردان می شوید؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. اگر ناسپاسی کنید پس بدانید که خداوند از شما بی نیاز است و هرگز ناسپاسی را برای بندگانش نمی پسندد و اگر شکر او را به جای آورید آن را برای شما می پسندد و هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد. پس بازگشتتان به سوی پروردگارتان است، آنگاه شما را به آنچه انجام می دادید آگاه می کند. یقینا او به راز دلها آگاه است. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. به هنگامی که به انسان رنج و زیانی برسد پروردگارش را می‌خواند و به سوی او باز می‌گردد. پس هنگامی که نعمتی از سوی خود به او بخشید آنچه را که از پیش برای آن دعا می‌کرد فراموش می‌کند و برای خداوند همتایانی قرار می‌دهد تا مردم را از راه او گمراه کند. بگو اندکی از کفرت در دنیا بهره مند شو، بیشک تو از دوزخیان خواهی بود. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. آیا این مشرک بهتر است یا کسی که در ساعات شب در حال سجده و قیام به عبادت مشغول است و از عذاب آخرت بیمناک است و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟ بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسان هستند؟ تنها خردمندان پند می‌پذیرند. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة
انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. ای پیامبر بگو ای بندگان من که ایمان آورده اید، از پروردگارتان بترسید. برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده اند پاداش نیکوست، و اگر در شکنجه و آزار مشرکان بودید هجرت کنید که زمین خدا وسیع است. جز این نیست که صابران پاداش خود را بیشمار و تمام دریافت می‌دارند. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. بگو من مأمور شده ام که خدا را پرستش کنم و دینم را برای او خالص گردانم. و امرت لأن أكون أول المسلمين. و مأمور شده ام که نخستین مسلمانان باشم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بگو همانا من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ می ترسم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. ای پیامبر بگو من خدا را می پرستم در حالی که دینم را برای او خالص می گردانم. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. پس شما هرچه را که می خواهید به جای او پرستش کنید. بگو بیگمان زیانکاران واقعی کسانی اند که خود و خاندانشان را در روز قیامت از دست داده اند. آگاه باشید این همان زیان آشکار است. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. برای آنها از بالای سرشان سایبان‌هایی از آتش و در زیر پایشان نیز سایبان‌هایی است. این چیزی است که خداوند با آن بندگانش را می‌ترساند. ای بندگان من از من بترسید. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. و کسانی که از طاغوت اجتناب کردند از آنکه آن را عبادت کنند و رو به سوی خدا آوردند برای آنان بشارت است. پس بندگان مرا بشارت ده. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. همان کسانی که سخنها را میشنوند پس از نیکوترین آن پیروی می کنند. آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده است و آنها خردمندانند. افمن حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار. آیا تو می توانی کسی که فرمان عذاب بر او تحقق یافته است را نجات دهی؟ آیا تو می توانی کسی که در آتش است نجات دهی؟
لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لکن برای کسانی که از پروردگارشان ترسیدند غرفه هایی در بهشت است که بر فراز آنها غرفه های دیگر بنا شده است و از زیر آنها نهرها جاری است. این وعده خداوند است و خداوند وعده خود را خلاف نمی کند. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی را نازل کرد پس آن را به صورت چشمه‌هایی در زمین به جریان درآورد، سپس با آن کشت و زرعی که رنگ‌های گوناگون دارد بیرون می آورد، آنگاه خشک می شود و آن را زرد می بینی، سپس آن را در هم می شکند. بیگمان در این امر پندی برای خردمندان است. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. آیا کسی که خدا سینه اش را برای پذیرش اسلام گشوده است، پس او از سوی پروردگارش بر نور و روشنی است، همچون سخت دلان است؟ پس وای بر آنان که دلهایشان در برابر ذکر خدا سخت است، آنان در گمراهی آشکار هستند. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. خداوند بهترین سخن را نازل کرده است، کتابی که آیاتش متشابه و مکرر است، که از شنیدن آن پوست های کسانی که از پروردگارشان می ترسند به لرزه می افتد. آنگاه پوست هایشان و دل هایشان با یاد خدا نرم می شود و آرام می گیرد. این هدایت خداست که هر کس را بخواهد با آن هدایت می کند و هر کس را که گمراه سازد پس برای او هیچ هدایت کننده ای نخواهد بود. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. آیا کسی که با چهرهش سختی عذاب روز قیامت را از خود دور می سازد همانند بهشتیان هستند؟ و به ستمکاران گفته می شود بچشید کیفر آنچه را که به دست می آورید.
كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. کسانی که پیش از آنها بودند نیز آیات ما را تکذیب کردند، پس عذاب الهی از جایی که نمیدانستند به سراغشان آمد. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. پس خداوند طعم خواری را در زندگی دنیا به آنها چشاند و مسلماً عذاب آخرت بزرگتر و سخت‌تر است اگر می‌دانستند. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. و به راستی ما برای مردم در این قرآن از هر نوع مثلی زده ایم شاید که آنان پند گیرند. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قرآنی عربی بی هیچ انحراف شاید آنان تقوا پیشه کنند. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. خداوند مردی مملوک را مثل زده که در بردگی او شریکانی است که پیوسته با هم اختلاف دارند و مردی مملوک که تنها تسلیم یک شخص است. آیا این دو در وصف یکسانند؟ حمد و ستایش مخصوص خداوند است، بلکه بیشتر آنها نمی‌دانند. إنك ميت وإنهم ميتون. ای پیامبر، قطعاً تو خواهی مرد و آنها نیز خواهند مرد. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. سپس بیگمان شما روز قیامت نزد پروردگارتان مخاصمه و جدال می کنید.